لحظه خصوص و فرح بخش فرو میرسد. 2 مدال طلا و نقره تاجیکستان در این میدان دو پهلوانی ما رو ایستادند. کدام آنها از اینجا نقره و کدام طلا میگیرند با هم میبینیم.
موری در وزن 81 کیلوگرم میان مردان. The medals will be presented by the president of the Tajikistan Judo Federation, Mr. Ismail Mahmad Zoir. Bronze medalists are representing Portugal, Andriy Ekupidze, and representing France, Ibrahim Keita. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Tajikistan. حضور محترم خواهش می‌کنم اجازه برخیزد برای صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان. همینطوری دوستان گرامی روز دویمی گران پریکس دوشنبه به انجام رسید و خوشبختانه در دو روز ما الکی 5 مدال به دست آوردیم. روزهای آینده باز پهلوان‌های از اینها هم قوی‌تر به میدان آیند و ما فکر می‌کنیم که آنجا هم مدال طلا، نقره و برنجی رو خواهیم دید. امروز رو با طوری که به انجام می‌رسونیم با امید فردا که همین گونه قهرمانانه مبارزه بریم و همین گونه قهرمانانه توانیم که صاحب مدال‌ها شویم. این البته خوب بود امروز فینالی که دو جوان تاجیکستانی با هم رقابت کردند. دو جوان دیگری تاجیکستانی که یک شهروند روسیه است و دیگری شهروند تاجیکستان، آنها هم ارزنده اینجا هنرنمایی کردند و صاحب مدال ها گردیدند. ما باز مدال های طلا رو از آنهایی که حالا برآمد نکردند انتظار هستیم و روی خود رو پیش میگیریم به خانه ها و برمیگردیم پگاه و این ورزشگاه و اینجا تماشا میکنیم.